اینجا نذار. تو رو خدا بیا با هم بریم خونه. میبرمت. قول میدم از اینجا ببرمت. یه مدت اینجا بمون. قول میدم بیام ببرمت. مامان تو رو خدا نرو مامان. Big Bear Malt. Feel the moment. آب انار شفاست. هر آب اناری که شفا نمیشه. اسم تو با تمای جدیده، سوپاش هست یه پدیده. من میتونم کولر شما رو تعمیر کنم. از توانایی هاتون درآمد کسب کنید با اپلیکیشن کندو. دیگه تو سفرهای خارجیتون نیاز به مترجم ندارید. توریست اپ معجزه دانش. جمله عالی سوران olsa kalbimden nereye gideyim nasıl edeyim benim senden tek bir dileğim var otur bekle uyana kadar gidenlere kanıp sen de meyletme giden gitsin sen kal ölene kadar sakın gitme biz ölene kadar. خب بگو چی کار کردی؟ یه دوستی دارم که اونجا کار میکنه. اون گفت که بریم با هم یه چیزی بخوریم. مهمونه اون. منم بعد مدرسه رفتم پیشش. خانم مدیر وقتی شنید فرار کردی اونقدر عصبانی شده بود که نگو و نپرس. آخی عزیزم چقدر بهش فشار اومده. دختر تو واسه چی رفتی رو اون تخت؟ اگه جای کسیه من میرم روی تخت دیگه. آخی چه حرف گوش کنه مثل بچه گربه است. نه عزیزم جای کسی نیست چون پنجره بسته نمیشه. شبا اونجا سرده برای همین کسی روش نمیخوابه. سرد باشه در عوض میشه بیرونو دید. ببین چراغ همه خونه ها روشنه. اینجا بالا شهر محله پولداراست. ساغر اون داستان چی بود؟ آها دختر کبریت فروش. عین اون به همه خونه ها نگاه کن. سوء تفاهم نشه. اونا همه بچن. من که نمیگم بندازنشون بیرون یا اصلا ازشون نگهداری نکنن. درسته که وظیفه دولته که ازشون حمایت کنه ولی خب به غیر از اینجا دیگه جای دیگه تو استانبول برای تأسیس پرورشگاه وجود نداشت. یعنی میخوام ببینم حتما باید اینجا باشه؟ مامان این محله که مال ما نیست. هر کسی هر جا بخواد میره مگه نه؟ پسرم من به اون بچه هم فکر میکنم که این حرفو میزنم. آدم بین کسایی که شبیه خودش هستن بیشتر احساس خوشبختی میکنه. اما وقتی اونا میان اینجا دور برشون آدمای پولدار و خانواده دار میبینن خب حسودیشون میشه دیگه. مگه نه عزیزم؟ آره نازان جون اینجا یه محله خاص و با کلاسه. خب آره دیگه. اولش به بچه هامون حسودیشون میشه بعدش کم کم همشون میشن دشمن آدمای پولدار. والا چرا دروغ بگم؟ منم سر دوراهی موندم نمیدونم چی کار کنم. از یه طرف دلم میسوزه از یه طرفم میترسم. اینا بچه‌هایی هستن که تو خانواده تربیت نشدن ولی ما بچه‌هامونو تو پر قو بزرگ کردیم. اینکه اینقدر به هم نزدیک باشن نمیدونم. دیگه چی مامان چه ربطی داره؟ بچه‌های کلاس ما خیلی هم با تربیت نیستن مگه نه رفیق؟ مگه بی‌ادبی شما به کسی آسیب میزنه عزیزم؟ نهایتش به درسا گوش نمیدین ولی اینا خیلی چیزا رو تجربه کردن. نمیتونیم با خودتون مقایسهشون کنیم. سینان شنیدم از مناقصه انصراف دادی. شرایط ایجاب میکرد. خیلی خوب بخیال. حالا که بازار
اینقدر نوسان داره لزومی هم نداره شرکت کنی. دقیقا همینطوره. خواهریم کجاست؟ یعنی دیگه نمیاد؟ حتما آخر هفته میاد. نمیاد. مامان خواهریمو کجا بردی؟ بشرا غذا تو بخور. مامان خواهرم کجاست؟ بشرا بگو دیگه کجا بردیش؟ بردمش پرورشگاه، فهمیدی؟ این همه سال تنهایی ازتون نگهداری کردم ولی دیگه نمیتونم. من اون قدری که ازم برمی اومد براش پدری کردم. بی انصاف نباش. عمو کمال پرورشگاه کجاست؟ جایی که بچه‌های بی پدر و مادر توش زندگی میکنن. ولی چرا؟ خواهرم مادر داره، تو هم هستی. چرا بردینش اونجا؟ چرا؟ بشرا زود برو تو اتاقت. چرا اینقدر زود تصمیم گرفتی؟ همش یه بشقاب غذا میخواست. تو اصلا صحبت نکن کمال. اصلا حسوده. این دختره در مورد من چیزی بهت گفته؟ چی باید میگفت؟ چی باید میگفت؟ خب هرچی باشه بچه است دیگه، به تو حسودیش میشه. بالاخره تو سن بلوغه. تو این سن و سال دخترها دوست ندارن مادرشونو با کسی قسمت کنن. نمیدونم فکرهای بدی به ذهنم میرسه. نکنه به من تهمتی چیزی زده. ببین اگه همچی حرفی زده به هیچ وجه حرفشو باور نکن، چون همش دروغه. من به خاطر تو دخترمو فدا کردم. باید ممنون باشی. هیچ چیز دیگه هم بهت نمیگم. یه وقت بهش کم غذا نده. ایلونم گرسنه بمونه.